ریاستی همین تشکیلات یا کدام تشکیلات نباشد باید به طور طبیعی صورت گیرد. یعنی نفری از خود یک حرکت های را نشان داده باشد، نفری از خود یعنی نفر کار کرده باشد، کار نظررس کرده باشد که به طور طبیعی مردم او را همچون لیدر شناسند. یعنی در یک مقاومت از فضای قانونی کشور رانده شده لیدر به طور سنی گرفته نمی شود. یعنی من امروز بیام بگم مرا رئیس کنید و بعد دیگر یعنی چی؟ برای همین البته ریاست هر یک شهروند عضو پیمان ملی حق ریاست را دارد، لیکن این حق را نمی شود بازوری گرفت، نمی شود بازور آواز مردم را کسب کرد. از وظیفه ریاست گرفتن محیدین کبیری را به آواز گذاشتیم که نگذاشت. یعنی با آواز مانده شد که محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان از وظیفه‌اش آزاد کرده شود با طلب شرافالدین گدایف. ما به آواز گذاشتیم و این آواز را خوب نگرفت. این طلب شرافالدین آواز پیدا نکرد و روز دیگر چون پافشاری شدید بود و یک نوع تهدید هم از اون طرف صدا داد، از طرف شرافالدین گدایف. چی تهدیدی؟ خب همین تهدیدهایی که امروز پیاده شد. اکنون ما گفتم که این دیگر برای پیمان ملی تاجیکستان خطر میتواند این بعد ایجاد کند و این پیشگویی شونده نیست که و در کدام مورد میتواند میخیل یک هنگامه سازد.